مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان بعد از یک روز بازداشت طاهر محمد باقرov را شرح دادند. با گفته مسئولان وزارت کارهای داخلی، محمد باقرov طاهر هنوز از سال 2014 با اتهام اوباشی تحت پیگرد قرار داشت. مقامات میگویند او به علاوه تحت پیگرد قرار داشتن در کوچه های شهر خاروق با اتومبیل تمغه مرسدس بنز به حجت به باوری نامه و به داشتن اجازه ماشین های سیاه شیشه گشت و گذار میکرد و همچنین به کارمندان مقامات ملیسیت دغلی نمود. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که طاهر محمد باقرov 53 ساله بازداشت شده است. با گفته مقامات بعضی از خویش و تباری او در نزد شعبه کارهای داخلی شهر خاروق جمع شده طلب کردند که او رها شود، اما مقامات میگویند تا زمانی که در نزد قانون جواب نگوید او را رها نخواهند کرد. از این پیش ماه اکتبر سال گذشته مقامات انتظامی تاجیکستان در یک نوار ویدئویی محمد باقرov طاهر کرم علی شایویچ را به مانع گذاری در کار دیدبانگاهی خاروق متهم کرده و گفته بودند نسبت به او و افراد دیگر چاره اندیشیده خواهد شد. حالا معلوم نیست که بازداشت اخیر طاهر محمد باقرov به قضیه ماه اکتبر سال گذشته ربط دارد یا نه. در همین حال نظر نزدیکان محمد باقرov برای ما معلوم نیست و تا حال دقیق نیست که آنها درباره این حادثه چی نظر دارند. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه.